جیگر مردم با این ویدیو آتیش گرفت. سلام، نمایندگانتون بگید روزی که ماشه کشیده شد ما تو مزرعه آرزوهای برباد رفته در میان خوشه‌های سوخته جوانی داشتیم رویا میکاشتیم. واقعا حیفمون بود. آرزو که هیچ دو تصمیم کن که شب میخوابیم صبح طلوع رو ببینیم. من آدمیم که گریه کردن جلوم بدم میاد. اگه دیدید که جلوتون گریه کردن بدونید که اون مسئله آزارم داره. این پسری که ویدیوشو دیدین از دیار سیستان و بلوچستان، جایی که برگی مهم از تاریخ ایران رو به نام خودش ثبت کرده. زمانی که تازیان به ایران حمله ور شدن، چنان نسل ایرانیان کنده شد که اگر کسی حتی به زبان پارسی حرف میزد جانش رو میگرفتن. در آن روزهای سیاه مردی به نام رادمان پورماهک یا همون یعقوب لیث از دیار سیستان و بلوچستان برخاست و زبان پارسی را زنده نگه داشت. به دستور یعقوب لیث زبان عربی از تمام مناطق ایران حذف و زبان پارسی جایگزین آن شد و حالا این اشکای همون پسری از همون دیاره. میخوام به اون پسر بگم ما نه تو و نه مردم سیستان و بلوچستان رو فراموش نکردیم و ناامید نباش، چون شما از نسل چنین مردانی هستی. به امید روزی که ایران عزیز رو آباد و پرشکوه ببینیم و این پستو اینقدر برای بقیه بفرستید تا برسه به دست این پسر.